بهداشت و حفظ سلامتی ساکنان دهه‌های دوردست مملکت از فعالیت پرثمر بمرخانه‌های دهاتی و مرکزهای سلامتی و بنگاه‌های طبی دهوی وابستگی کلان دارد. بمرخانه منتقوی مهرگان که در مرکز جماعت دهات خانقاه کوهی جایگیر است، اساساً برای اهالی همین منطقه پیش بینی شده است. بمرخانه دارای شعبه‌های عمومی، یاری تجلی، فیزیوتراپی و تولدخانه بوده. متخصصان با تجربه و دکتران درجه عالی به طبابت بیماران مشغول می‌باشند. خوشبختانه بعد از ساخته با استفاده دادن شعبه تولد مشکلات مردم این دره خیلی و خیلی سبک شد و چطوری که حاضر دیدیم و آگاهی یافتیم برای قبول حامله دارها و تولد آنها در شعبه تولد تمام شرایط ها 100% هستند، هم از لحاظ تازگی، آبادی و هم از لحاظی که من امروز علیک هوا سرد است. در داخل شعبه تولد حجره ها خیلی و خیلی گرم هستند، یعنی مطابق هستند و جوابگو به همان طلبات ها هستند. شعبه های بیمارخانه با اصول های طبابت دکتران با تجربهش موقع خاصه دارد. برای بهتر نمودن سطح خدمت رسانی سال جاری بیمارخانه برای گذراندن زمستان سالهای 2020-2021 پورا آمادگی دیده است. پیشتر سالهای پیشین مردم این دو جماعت دهاتی هم الماسی و هم خانقاه کوهی برای طبابت، برای تشخیص و معاینه ده‌ها کیلومتر راه را طی می‌نمودند. از دهه‌های خیلی و خیلی دوردست این جماعت‌ها البته تا به بیمارخانه مرکزی ناحیه می‌رفتند، به بیمارخانه‌های شهر دوشنبه و دیگر و دیگر، یعنی که خیلی عذاب و مشکلات‌ها زیاد بودند و خوشبختانه بعد از ساخته به استفاده دادن این شعبه تولدی که در داخل بمرخانه منتقوی مهرگان عرض هستی دارد، اکنون انا همون عذاب و مشکل و اذیت این مردم خیلی و خیلی سبک شد. کارمندان این مؤسسه برای تشخیص و طبابت بیماران از تمام امکانات‌ها استفاده برده کوشش به خرج می‌دهند که تا برای ساکنان منطقه خدمت ارزنده رسانند و برای حفظ جامعه سالم مساعدت نمایند.